سلام بینندگان گرامی، باز هم با برنامه موضوع روز مهمانی خانوادگی شما هستیم. در مهمانی ما هستند محمود کبیری، روانشناس، سرطبیب مرکز طبی شفای کامل. خوش آمدید. سلام باشید. خب علم روانشناسی در تمدن و فرهنگ ملت ما چه جایگاه دارد؟ ما می‌دانیم که هنوز از آن تجربه هایی که اولی نشان می‌گذارند و در برابر گوسفند ماندن گرگ و اثرات مثلا استرس یا زیان رو یک اذیت‌های روانی رو کشیدن گوسفند و نشان دادن از آن که بین چخیل دید نگاه یعنی همون دیدن همون گرگ به سلامتی گوسفند چخیل اثر می‌رساند و بالاتر از آن که ما یک تیب معنوی از پیشتر از اول بنشینو از ابوبکر الرازی داشتیم که او رساله خود را نوشته بود در این مسئله. ما این نشان داده آن است که البته یعنی که علم روانشناسی در که نیاگان ما در گذشتگان ما جایگاه مهم داشت و امروز ما از اولین ها شده مثلا علم روانشناسی رو باز توانستیم در یک زینه گذاریم که مردم از آن توانند استفاده برند و خدمت روانی طبی روانی رو به جامعه خود پیشکش کنیم. امروز جامعه جهانی را بیماری کووید 19 به تشویش آورده است. بیشتر مردم در حالت ترس قرار دارند. عموما چرا ترس و هراس یعنی کرونافوبیا پیدا می شود؟ عصر 21 عصر اطلاعاتی هست. ما در دوره اطلاعات زندگی میکنیم و همه بیماری های اطلاعات خود رو دارند. یکی این بیماری که امروز بشریت رو بروش شده است این بیماری همین کرونا ویروس هست که باز همراه خود اطلاعی اثر رساننده بر روان انسان از آن جمله به احساس انسان دارد. از همین حساب این بیماری که حالت روحی انسان روانی انسان رو دگرگون میکند و ما این رو هر روز دیده ایستادیم. آثار جسمی کرونا ویروس تیز میگذرد ولی اثر روانی و روحی آن در خاطره معینه دیر باقی میماند. در این مورد بیمار باید چیکار کند؟ البته ما دکتران روانشناسی طب تاجیک مخصوص برنامه هایی داریم که موافق همین ما خدمت رسانه های روانی خود رو پیشنهاد میکنیم و به اطلاع منفی نمیشد. البته گپ و خبر هست در این باره ولی در برابر آنها که خبرهای خوب رو هم ماندن لازم است. در این حالت ما روبرو میشیم با مسئولیت روانی انسان یعنی یک ایمونیته پسیکولوژی انسان که آن در نتیجه اطلاع درست داشتن شناختن خود و البته دائم از جنبه های متمدناک گرفتن اطلاعات است. چیزی دیگر البته این رعایت کردن انا همون بهداشت های که مثلا خودی دکتران توصیه میکنند و باز در برابر این هست بهداشت های روانی یعنی یک پیشگیری های بیماری که از حساب عمل های روانی انسان روانه میشن ما اینها رو هم توصیه میکنیم و کسانی که مثلا در حالت نبرد قرار دارند در حالتی که بیماری خروج یا اوج خروج بیماری هست اینها باید در همون حالت دائم خود بهادی خود را بلند کنند بعضی کلمه های بزرگ رو در خود تلقین کنند و توانند در این حالت هم رابطه گیرند و کسانی که حتی در یاد هم نباشند آنها را هم همه وقت سخنهای خوب در گوششان رساندن است که آنها با همون در روش مبارزه اینها را استفاده برند چون که ما در این سمت کارهای علمی هم داریم و کسانی که بعدی این بیماری برآمدن ما اینها را هم پیشنهاد میکنیم که توان بخشی کنند یعنی که زینه ریابیلیتاسیون را گذارند تا اینکه آنها باز خود را از سر نو برقرار سازند چرا که آثار جسمی تیز می رود و ما در این باره در رسانه های خبری که اجتماعی هم نوشته بودیم ولی آثار روانی دیر میموند چرا که باز عمیق طوری که روان تن انسان برقرار میشد روان انسان هم برقرار میشد آرزو و هوس ها پیدا میشوند فکرها مثلا نیکبین میشوند قوت در بدن جمع میشد و همه این یک روش است که ما آنها رو در سمت توان بخشی روانی و اجتماعی میگذاریم. در دل و ذهن نسل خردسال جان نمودن اندیشه عاقبت فاجعه بار بیماری های سیرایتی چی پیامد داشته میتواند؟ چون این هست که آدمان اپتیمیست و پسیمیست یعنی نیکبین و بدبین میشوند. البته این چیزی طبیعی هم هست ولی بسیار وقت این چیزی که تربیوی هست در نتیجه ای که ما اگر انسان رو شعوری رو هوشی رو میزراب کنیم با گرفتن اطلاعات های خوب در وقت اکثر مردم میتوانند که نیکبین باشند در وقتی که ما در شعوری از اون جمله نورسان کودکان ما عاقبت بدی
کارها مثلا میگم در آنها احساسات های منفی از آن ترس پیدا میشد و این سبب حاصل شدن داروهای مخصوص درمان های مخصوص میشد که شدتناکی کار و فعالیت سیریشتی آنها را زیاد میگرداند و این قوه نیروی عصبی میبرد و این سبب مانده شوی هم عقلی و مانده شوی بدنی آدم میرساند. هنگامی که شخص به بیماری کووید 19 گرفتار می شود چیکار باید کند که در مقاومت با ویروس پیروز شود؟ این حالت اینا برداشت البته بسیار وقت در این حالت آدم باید یک دیدی حکمتی فلسفی داشته باشد. مثلا بداند که بدن او این قسمی از هستی او است و هوش او شعور او این گویم که یک راهبری انا همون سیریشتش هست. هر کس پادشاه خودش است. خیلی داره میکند دولت خودش، یعنی بدن خودش از او وابسته است. اگر دستگیری کند قوه های دفاعیش را، اگر آنها را باوری بخشد، اگر آنها را با سخنهای تلقین کننده کلمه هایی که مخصوص نیرو دارند، مهر، محبت، باوری بیشتر به خودش توجه کند، اون وقت البته این یک کمک خوبه مثلا به سرشتی میشد. ما از اجتماعیات میبینیم که در بعض جنگ ها مقدار کمی لشکر مقدار بزرگی لشکرهای انبوه را مغلوب میکردند. سببش در همون سرلشکری بود که او باوری داشتن او را، دوستش میداشتن او را و گپش باور میکردن. انا همین خیل هست. در این حالتی که انسان در نبرد است باید خودش را دستگیری کند، چون که دکترها میبینن داروها را میگذارن میروند. خوشبختانه تیبی روانی تاجیک چون کرده است که ما همین حالت به هم رفته با کسانی که نیاز دارن به صحبت با بگویم که دستگیری روانی ما آنها را کمک میرسانیم و متاسفانه چون این است که علم روانشناسی رو گویا که همه یک بار نیم بار بعضی اطلاعات میگیرن فکر میکنن که این هم علم روانشناسی است. علم روانشناسی علم پداگوژیک نیست. این علمی هست که اون علمی فوندامنتالی است و این نصیحت نیست، این مصلحت نیست، این آوردن دلیل ها نیست، این به تگ قلب انسان وارد کردن سخن های لازمی است که نه هر آدم میتواند که زیر شعور کسی دیگر را کشد و در آنجا سخن های لازمی را پرتاید، مانندی که دهقان کشت میکند و تخمی بپرتاید. برای همین روانشناسی تاجیک روانشناسی کسبی است. از یک خانه 2 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدند. از این 2 نفر یکی به بیماری قند اذیت میکشید. خلاصه همان نفری که گرفتاری قند داشت نسبت به دادر خود بیماری را سبکتر گذرانید. از روی نقل شاهدان نفر دوم پیش از گرفتار شدن به بیماری به تهلکه افتاده بوده است. همچون متخصص به بینندگان چی توصیه می‌دهید تا آنها ترس را از وجود خود بیرون سازند؟ وقتی که انسان یک خواطری یک هراس دارد این معیاری است. انسان در این حالت سرشت خود را شعور خود را متمرکز میکند، جمع میکند قوه ها و نیروها را. یک خطری که میتواند که او را مشکلی ایجاد کند خودش را یک متمرکزیت بدهد، قوت خود را جمع کند. ولی اگر این دو در روز دوام کند میتواند که عادی شگیره مگر مثلا به خون پرتافته میشود گلوکوز بسیار، یعنی اون غذایی که میخورد و این برای چی برای که نبرد رفته ایستاده است، مبارزه رفته ایستاده است، یا که نیروی عصب زیاد میرود که در فکرانی در احساسات های دیگر مثلا صرف می شود. یعنی هر فکر کنی، هر احساسات، هر حرکت نیرو طلب میکنند. برای همین آرامی در کار است که این رو یا خودشان یا اینکه مثال حساب مصلحتی متخصصان میتوانند که یعنی که بر خودشان برسانند. و من میخواستم مثلا خبر بدهم و خبر خوب بدهم که بسیار وقت مردم ما که اهل معنی هستند بسیار وقت مثلا نصیبم بوده است، من باور میکنم و آینده نیک باوری دارم، قوه‌هایی هستند که در دفاع من مرا کمک میکنن. ملت ما ملت فرشته دار است، ملت کتابدار و قلمدار است. همه این در گن و در پشت و در نیاگان ما که هست، این میتواند در اینجا یک ناواسطه از خواهش انسان هم بیدار شود. ما در کودکان میبینیم چون بسیار استعمال میکنن شیرینی را، بینی آنها بسیار وقت خون بسیار میروند و یکی از سبباش انا همون زیاد بودن گلوکوز شیرینی در خون است که آن را سیریش به واسطه همین گویم که نظارت کننده مقدار خون که در بینی قرار دارد آن را مثلا بیرون میپرتد. برای لخبندی خون در آدمانی که بیماری قند دارن
کمتر است. برای در این مسئله آرام باشند. ولی از لحاظ آن که مبادله ماده ها در خود حبوبچه های شش مثلا میتواند که نادرست شود از حساب وارد نشدن با بافته انا همون حجره های الیول ها و دیگر عضو ها مثلا قوت نیرو از آن جمله شیرینی که آن را مثلا انسولین می‌دارد، این میتواند باعث خواطری باشد. برای همین در این وقت طبابت انا همون متخصصان ساحه اندوکرینولوژی سر وقت است و بسیار وقت ما می‌بینیم که طبابتی که در مثلا اساساً در اون زینه‌ای که در اون امروز در این خروج دومی موج کرونا ویروس متخصصان ساحه طب میکنند بسیار نتیجه آور است. متاسفانه به تلفات هم نمی شود، چون که این جنگی گوییم که به چشم نانمایان است، یک دشمنی هست که به چشم نانمایان است و دکترها اون رو با چشم دیل و چشم تکنیک میبینند. برای همین در این حالت آن که دکتران مثلا دستگیری میکنند، اما سخنانی میگویم که در حقیقت اساسهای علمی دارند، باز دکتران هم نیاز به اون سخن دستگیری مردم دارند، تمنیت های نیکی مردم دارند و مردم ما البته اهل معنی است این چیز را درک میکنند. امروز خروج موج دوم کرونا ویروس در کشور ما مشاهده می شود. متاسفانه بیشتر ساکنان توصیه های طبیبان را نادیده می گیرند. قسمت زیادی مردم به نقاب‌های طبی در جایهای جمعیتی سیر و گشت می کنند. خب آیا همین بی‌پروایی به منفعت کار است؟ چون این هست که البته ما میبینیم مناسبت آدمان نه تنها در جمهوری ما بلکه در تمام دنیا مناسبت ها گوناگونند. یکی مثلا هست شخصانی که عقیده های فتالیستی دارن، این میگن نصیب و تقدیر هر چی باشد. باز کسانی هستن میگن که البته از بعضی عمل و کارها بعضی چیزها وابستگی دارن. ما در مثال میتونیم بگوییم که بعضی دولت ها که در نتیجه رعایت قانون و قاعده ها، یعنی که قانون قاعده های دکتران رو متخصصان رو گوش میکردن، آنها سبکتر و برآمدن از بیماری و کمتر کسل شدن. از این بر می‌آید که رعایت آنها البته درست است، چرا که میگم که هر یک چیز البته تقدیر دارد، هر کس تقدیر دارد، هر چیز تقدیر دارد، ولی باز هست تقدیر جنبان. انا همین مفهوم تقدیر جنبانی انا رعایت انا همین کارهای هستند. اکنون علم چی میگوید؟ در حقیقت پوشیدن روپوش قسم از زیادی چنگ و ویروس ها و حبوبچه های آبی که ویروس ها در آنها در فضا یک وقت معینی میمونند آنها رو راه میگیرند. این علما نسبت است. البته با کسانی هستند که شاید گرمی، شاید بیماری های گوناگون دیل و بعضی بیماری ها دارند که پوشیدن نقاب با آنها مشکلی میبرد، ولی اینها هم باید درک کنند که از آن که خودشون محافظت کنند این خوبتر از آن که یک اذیتی گرمی هست، اذیتی یک نفس کشی است یا کاری بعضی چیزهای عضوی است. و چیز دیگر البته بدونن که برای خودشون و نزدیکانشون این کار میکنن. ما مشاهده کردیم که در همین روشی که مثلا سال یکم در موج یکم خروج همین بیماری وقتی که آدمان رو پوش میپوشیدن، ما دیدیم که بیماری های سیرویتی که به واسطه نفس وارد میشدن کمتر دیده شدن. ما دیدیم که بسیار وقت کسانی که بیماری های استما و کرونیکی داشتن، یعنی مزمن بیماری های راه نفس داشتن، آنها کمتر بیمار میشدن. چرا که البته با بغیر از این باز چیزهای دیگر از آن جمله چنگ و غبار و بسیار چیزهای دیگری که میتوانند انسان را زیان برسانند، آنها را هم سعی راه میگیرند و بگذار بدونند که برای خودشون و برای کسانی این کار میکنند که دوستشون میدارند. از نگاه شما همچون روانشناس حالت روانی بیمار تا کدام اندازه به جریان طبابت بیماری های سیرویتی تاثیر میرساند؟ این بسیار در طب کلاسیکی ما بسیار خوب که شرح داده شده است. هست خودی بیمار، هست دکتر، هست بیماری. یعنی اگر دکتر و بیمار یکدیگر رو بفهمند بیماری رو معلوم میکنند. اگر انسان مثلا بیشتر داده شود به آن علامت های بیماری و که بیماری خود را زیر شعورانه دستگیری کند، آن وقت البته متاسفانه مغلوبیت رو انتظار است، چون که بیماری های حاضر شعورناک هستند. اینها بیماری های پیش نیستند، اینها در شعور انسان جا میکنند، در فکر و اندیشه های انسان جا میکنند. برای همین حالت روانی بسیار مهم است، چون که انسان درباره بیماری فکر میکند، احساس دارد، حسیات دارد، که مخصوص حرکت های خودش محدود میکند. بسیار کارهایی است که از حالت روانی انسان وابسته است. برای همین درست کردن حالت روانی با واسطه متخصص بسیار شرط و مهم است.
آیا شخصانی که گرفتار بیماری کرونا ویروس شدند نیاز به مصلحت روانشناسان دارند؟ ما اون کماندایان تیمی که حالا در نزد وزارت تندرستی است اویدی کمک های روانی به کسانی که بیمار هستند این راه اندازی شده است. ما در همون که از سال گذشته همین کار رو میکردیم و این سال هم کسانی که نیاز دارند به حالت روانی آنها رو با توصیه دکتران توابت میکرده ما کمک های روانی میرسانیم و این در برابر کمک های جسمی سوماتیکی گذاشته است که کمک های روانی هم رسانده شود و ما گفتن نماند که نو در بعضی دولت های بیرون از مثلا اطراف جمهوری تاجیکستان یا که همسایه ها نو این چیز رو درک کردن مثلا حالت روانی دختران رو حالت روانی بیماران رو به نظر میگیرن ما این رو از سال گذشته راه اندازی کرده بودیم و آنها نیاز دارند به کمک ما و کمک ما بسیار وقت بسیار نقشی که مهم میبازد در صحت بیمار. پس چرا روانشناسان ضمن طبابت اشتراک نمی کنند؟ متاسفانه بسیار وقت چی از طرف مثلا دکتران این چیز رو نادیده میگیرند بیشتر و چی از طرف گوییم که خود بیماران هم نادیده میگیرند چون که بسیار نزدیکان آنها فکر میکنند که از روانشناسی باخبرند و نصیحت و مصلحت میشود یعنی یک دل دادن همون دل برداری همون بیمار گویا که کمک میکنند ولی چنین نیست متاسفانه متخصص با واسطه سخن با واسطه نیرو انرژتیکی سخن وضع شعوری او میدارد و بسیار وقت ما میبینیم حتی که ما طبیبان کلاسیکی روحی تاجیک را در وقت بیماری از لحاظ کسبی ما گفتیم که اجازت هست که آنها طبابت کنند ولی در وقت پیشگیری یا که بعد برقرار سازی فقط متخصص کار میکنند این ما هم از حساب چی کردیم از حساب کمی متخصصان ساحه طبی روانشناسی ولی به هر حال ما به قدری بسنده امروز کمک خود رسانده استیم. یک زمان مردم به خبرهای بردروغ اعتماد نموده از گرفتن واکسن سرپیچی کردند. زودباوری مردم از چی دلالت می‌دهد؟ ما میدانیم که واکسن این ایجادیاتی که اختراعی دکتران است که هنوز چند هزار سال پیش طب کلاسیکی ما ابوبکر ارازی این کار را میکرد در بیماری های گلافشان یعنی گل میبارامده همون پوستوله همون بیماری رو میگرفتند همون سرک زرد همون گوله که در بدن میبارد میگرفتند مثلا کار بیماری کار گلافشان یا که ویتریانکا و کودکان رو میخوراندن یا اون کودکان ام میشدن سانیتر بینیم که همون گویم که یک میکروب یا یک ویروسی ضعیف شده رو در بدن انسان میدارن تا اینکه ایمونیتت موضوع او مبارزه برد از همین لحاظ اطلاعاتی که بسنده برند اطلاعاتی که بسنده به مردم بدهند مردم باور میکنند در همین مسئله اطلاعات شاید که جنجال های اطلاعاتی است فضای اطلاعاتی رو از دیگر رسانه های بیرون متاسفانه پر میکنه فلان دکتری فلان جا این گپا گفت فلان دکتر دیگر از جا گفت و این خالی که میموند همون جای خالیگی رو دیگر کسا پر میکنن برای همین برنامه های رو ما و شما گپ میزنیم از طرف وزارت تندرستی راه اندازی شدن تا اینکه ما اخباراتی درست بدهیم و اون لابراتوری که در ما هستن ما امروز امکانات خوبی داریم از لحاظ لابراتوری سنجش میگذرونن این یا اون واکسن هایی که از دیگر دولت ها میرن که در ترکیبشون چی دارن و این چون که رسانه‌ای شد به مردم رسانده شد اون وقت مردم یک مطمئنیت در آنها پیدا میشد و برای همین یکم این رساندن اطلاعاتی درست است که مردم اطلاعات ناک باشند اطلاعات سبب آرامی و گویم که واکسن گذرانده میشه. همچون روانشناس و ساکنان کشور چی توصیه میدهید؟ نگفته نماند کسانی که در مشاهده های ما دیدیم در زندگی خود معنویات دارند زندگی خود میفهمند برای کی و برای چی زندگی میکنند بیشتر از لحاظ معنوی خود را قوی باید کرد دائم در حالت های حتی مشکل که بعضا ما آدم رو میبینیم که در نبردی همین نسبتی همین بیماری هستن ما میگیم چی آرزو داری آرزویت دائم فکر کن دائم در دلت گذاران که معینه بند همین آرزو و عملی شدن آن شود فراموش کند از آن تهدیدی که هست انا همین چیزها سبب میشن که انسان میتواند به خودش یک کمک روانی رساند و رعایت کنند آن بهداشت هایی که از طرف
که وزارت تندرستی و متخصصان صحتی به مردم پیشنهاد کرده می شود و بهداشت البته روانی هست. قهر و غضب، ترس و هراس، بسیار بدگمانی و زود رنجش و رشک و بسیار چیزهای دیگری هستند که اینها احساسات انسان رو ضعیف میکنند، حاصل شوی داروهای لازمی رو مشکل میگردانند و ایمونیته روانی رو که پس میکنند و ایمونیته روانی در برابر خود ایمونیته بدنی رو اثر میرسانند. برای از این چیزها پرهیز کنند و گوش دهند به سرچشمه‌های اعتمادناک. این است توصیه ما. تشکر میگویم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمونی برنامه ما گشتید. سپاس و درود. باور داریم که بینندگان حتما توصیه های شما رو به نوبت گرفته سلامتی خود و اطرافیان رو در مد اول میگذارند. سلام. بینندگان گرامی، خیر تا دیدار نوبتی خانه آباد و سربلند باشید.